یار من در منزل و من در خانه نشسته‌ام، یار من در منزل و من در خانه نشسته‌ام. دل که دارم دل به دیوانه دارم، دل بر من جان من شراب دل بر کجی بیا چی می؟ بیا من میرم که گوسپندام به سر زمینه. بیا 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 اینجا گاه بیا 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 چه میدهی؟ تو چلی خودی ما یک بجا قطع خود چلی خودی ما از دیگه خیلی میکنی چرا بیچاره که ندیونه؟ ها؟ ما چه کار کردم با تو؟ مرگم مفاجا توی دیونه بگیره. چه کاره؟ تیر از فاجعه بری یک قوی به خوبی خوری تو بخوری. تو چرا بری رنگ کلاه خریدی؟ من رنگ کلاه تو تارتوک نخریدم، میرم بازار خریدم. بازار خریدی؟ انا میکنی کشکی نخریدی؟ نه من بعد آشغال خریدم مثل تو چرا میگه بری اشتانیه برا تو چرا بری اصل کلاه بخریدی؟ یا نکو یا نکو که اینجا بشکنه. خبر نداری من اینجا یک کمک کلاه دارم. دیونی سادی خدا نافهمی بخیرم به سر گسپنده هفته و تعلوم مفته. من خر خود میرم و سهرا بسته کنم هفته میسیزونه. برا نیو خدا تو دیگه بیخی دیگه دیونگی ده. آره من همقدر بیارم برار تو همقدر من پیار تو همقدر من مردی بیار همقدر من. گلک با تو به خوبی میگم بدی به پیش می. حتما مدرت خیلی بکن. اگه تو ایستوندی من با چی پیار خونم. دستاتی برو را دست بابا شما برای به این منطقه به شیشتنی آمدین شما برای که منطقه ما بیری چی؟ شما دیگه چی رقم انسان ها مزایمیم نوکه مزایمیم هردی برا را میگه چی داتون هم ناقیه حالی با خاطر همین کلا تو رو بردش تو رو به جویده دیگه خیلی به مردم مزایمیت کنین دیگه شما برا را چی کش بکار دارین؟ خونه کنم و دستا کرده است مطاله نماده کلا مربوط شده کلا من از اون میستونی خب باشه که بیایی باز با کلا تو رو از اون میستون خوبه به خدا مگه بگیر من نیایه
حالی را از کدوم چه همسایه استوندی بود؟ خب من میفهمم ولی من بفهمم که تو این از کی استوندی؟ گیلک برای تو چی شد؟ گیلک برای تو چی شد؟ برای تو گیلک کجا رفت؟ خودتو نامید بستن نکنید اندازه تو نیه یک بچه ها خورده گیلک برای تو چی شد؟ گیلک برای تو گیلک با کجا رفت؟ آخی اول که خودتو بدر شد چرا تو ریه نکنی یا باز بری یک بچه مردم رو میگیره میزنه تا دم من بچه کار کنم آخه دست شما خب من بفهمید امیر از کی گوشتون دیگه من بفهمم از کی نهی وای همون مادرک شما خوب بود همون مادر شما خوب بود که زنده بود همون که بمرد الان من بدبخت دنیا بشدم ای از مردم ایرو آکو از مردم ایرو آکو از کدوم بچه همسایه استودی؟ هیچ روزی نیه که اینا این بچه ها همسایه نزنن هیچ روزی نیه وای صاحبه ده امروز معلوم میکنم کجا بیاره که با خودم سلات کنم بابا این پیش بمیریم رو گونگه این نمیفهمه خودی ما گابتن گونگه ارتیار رو که بفهمه خود چال جنجال شما سر چی گپه این خود نمیفهمه این خود گونگه برام از مکتب آمدم برا خوردمه این بگم تاگوشی و تاگوشی در خود چپات کیفی را سرشو نیوا کرده خود کار جنجال نمیکنه دیگه بیشتر کار جنجال نمیکنه صاحب 12 سال شما خودش شکایت میاد خیر باشه کیف فرار شما رو میارم خیر شما ببخشید برام بیری کنید با خودم رو معلوم میکنم او نمیفهمه او گونگه اصلا بیاره کر بفهمونو بداغه بر نصیحت نفهمی با خودی آروم گپ زدن نفهمی خدا اگه پیش ببری بیا بعد کیف بده بیار کیف بده بیا همون کیف بگو بیاره بده کیف بده آلی خوربت خوی نفسه نمیده دیگه چکار کنم خیره درتا پاش ما تو خودی ما گفت باشه ما دلتر کیف ما خودم دستاش ور میکنه کیف بیاره من میارم برای شما ده نه ماما کیف برام بیارم مکتب میرم مکتب یاد کیف لا تو نمیدی لا خشت بندا برو سلام برو بص خشت دیوانیه برو سلام برو کیف ما ده نمیفهمم شما کیف بیری تو نگو کیف بست بیار کیف بست بیار بابا جو ما دلتر میارم دام ما دلتر میارم دام کیف نستم من بسیار کیف نستم خدا دیگه درساش ما نمیرم همینجی بشین اگه من کیف میستنم این بتا کوچه نمیگیرم آدم شرنی هم هستی که تو میگم داده چه رشته شرنی که برا خودو چپات میزنه خب نمیفهم اگه بفهمی چرا برا شما نه با خب بیرون کنی که بفهمونو چند شما گفتم بابا دیگه شما نیه که شما بس دیگه شما بابا خاطر شکر نه کیف بیاره
ولی گندی تو بخوای تو تا کوچه بگیرم تو کیار میکنم برو دیگه نه اصلا صدا نکن برو اینو بچه با خاطر شما بگیری تو سال بده برو دیگه برو ما بازم خود من بیانه که برام رای میکنم برام خود کلو خود رای میکنم هر دو تا شما تیار میکنم خیره ببخشیم این دفعه دیگه قهمه چند دفعه بخشم خود چند دفعه مدن درس دارم نمیفهمه دیگه خود شما میفهمه که نمیفهمه چه کنم بعد از سازی برو را کجا برو سال بده شما را اگر زیمالا نکندم خیلی سلامت بخیر خوشحاله شکر عباس نگاه بله این دفعه چندمه که ما به در سرا شما میایم به خاطر شکایت چرا خیلی واقعیت دیگه ما تحمل نمیتونیم حالا سمی دکلار سرقی که یک از یک دیگه سرقی تر نمی برای نورالله این برای نورالله میگم گیله ما خلباب سیما چند دفعه تحمل کنیم اما باید در سرا رسی لط کردم چی گپ بیده خب؟ برای خوردم از مکتب آمده بود خب گنگور گیر کرده بود تا کوچه و تا گوشت خود چپات زده بود کیفی را سرشونی وا کرد دور داد به خونه خود برام بیام سراغ گیره کرده خود در دیوار میزنه کیفم چه راه هر روز میام مر میزنه آخه بیان در سر لط کردم کیفم بستم بردم به خونه مدام برد در سر ارباب سه جریان بگذار کار ما دیگه تحمل نمیتونیم دفعه دیگه اگه دست دی برام کار رسوند یا شکایت داره بگفتم دفعه دیگه شکایت من نمیان در سر شما ارباب صاحب کمی خیلی تا صاحب مخرب با خودت بزنم که سر دستای بش کنم که دیگه راه نتونه برم مامادین اومد امشب به نماز خفتن شکایت کرده است از اینا گفت تکسی روز بچه میره بودی لک بزودی بیده کاغذ دارم پاره کرده بیده ماما غلام هم شکایت کرده است از اینا من نمیفهم خیلی از اینا ما چه کار بکنم البته من دیگه کار ندارم آن خلاص شد دیگه تحمل سر رسید یه به دست و پای نمیشه کنم به قصه امنیام شما رو به جریان بگذاشتم آخه بچه خوردی چه تاگوشی بزنی کی پیاز بستونی او از رو مکتب میای آخه اینا می سرا بیامدن 5-6 ماه میشه اینجا به می سرا و کرا میچینم اصلا نمی تموم این محله دست از اینا به شکایته با ما دو تای بزن برف در خونه تو خش پرچی واسه من صاحب سرارم زنگ زدم گفتم می سرا خور از اینا بوست تو سر این برج از اینا پرده شو چه میکنم الان اگه من به صاحب سرا هم کار ندارم ما کول بار نرمه رو همه میندازم ببینیم اوه کمانی و 100 تا همسایه دیگه میگه ما میگم دیشب به تا مسجد به نماز خفتن شکایت از اینا بی کوی از منطقه ارباب سه خوبه من فکر از اینا هستم خش پرچه سر کلی وردشته تیار دیونیه تیار میکنم من چندین دفعه من می سر خوردم دیدم که با تک کوچه گیلاگ یا یکی دیگه خود به چای قالمقال دارم و چه دارم شما خیلی ببخشید ارباب سه خواهش میکنم بیا به سراغ چای تشکر زنده باشید خیر باشید سلامت باشید فکر از اینا دارم متیار